سلام به کانال من مریم امیری، خوش اومدید. امروز با هم دیگه یک کباب تابعی خوشمزه و عالی درست میکنیم با کلی نکته و تکنیک، همراه با این سیب زمینی‌های خلالی که خونگی خودتون میتونین درست کنین و سروش بکنین. کباب تابعی یکی از غذاهای راحت و خوشمزه است و همینطور خیلی هم پرطرفداره، ولی مهم اینه که بافتش لطیف در بیاد و کباب تابعیتون حالت خشکی و سفتی پیدا نکنه. برای این کباب تابعی که میخوایم درست کنیم گوشت احتیاج داریم و پیاز، نمک و فلفل و ادویه هایی که من حتما به کباب تابعی میزنم آویشن و سماق، گوجه فرنگی هم که برای سرخ کردن و سرو همراه با کباب تابعیه و یه مقدارم روغن، موادی که همیشه تو خونه هست و در دسترسه. کباب تابعی رو همونطور که میدونیم با مرغ هم میشه درست کرد، یعنی به جای گوشت چرخ کرده میشه با مرغ چرخ کرده هم درست کرد، که البته وقتی بخوایم با مرغ چرخ کرده درست کنیم کلا ادویه هاش متفاوت میشه و عوض میشه. حالا سعی میکنم توی یه برنامه آموزشی دیگه یه بارم این کباب تابعی رو با مرغ درست کنیم، اما حالا فعلا که با گوشت چرخ کرده قرار درست باشه، ما اولین کاری که انجام میدیم گوشت رو میریزیم داخل کاسه گوشت چرخ کرده. گوشتی که من استفاده میکنم ترکیب گوشت گوساله و گوشت گوسفندی با همه. گوشتی که استفاده میکنین باید دقت بکنین که نه چربیش خیلی کم باشه و نه خیلی زیاد. گاهی اوقات بعضیا از گوشت‌های خیلی چرب استفاده میکنن که باعث میشه کباب تابعیتون خوشمزه نمیشه، و یا همینطور بعضیا هم حساسیت دارن به چربی گوشت و از گوشتی استفاده میکنن که اصلا چربی نداره، یعنی این گوشت یک دست قرمزه و اصلا چربی توش دیده نمیشه، اونم کباب تابعیشون یه مقدار سفت میشه و خوشمزه نمیشه. یه نکته خیلی مهم که میخوام بهتون اینجا بگم، استفاده از فلفل سیاهه که به صورت مستقیم با گوشت باید مخلوط بشه. من حدود 1/4 قاشق چایخوری فلفل سیاه رو روی 300 گرم گوشت چرخ کرده ریختم و حالا اینو باید با هم دیگه ورز بدم. کلا توی غذاهایی که گوشت چرخ کرده استفاده میشه همیشه من فلفل سیاه رو به گوشت چرخ کرده به صورت مستقیم و همون اول کار اضافه میکنم و یک مقدار ورز میدم. خود فلفل سیاه باعث میشه که گوشت یک چسبندگی بهتری رو میگیره، یعنی با ورز دادن خیلی کم اما کیفیت خیلی خوبی رو داریم. خب وقتی که گوشت رو یک مقدار با فلفل سیاه ورز دادیم و مخلوط کردیم، مرحله بعدی میشه پوست کندن و رنده کردن پیاز. پیازی که استفاده میکنیم 2 تا پیاز متوسط برای 300 گرم گوشت کافیه. اگر از پیاز درشت استفاده میکنید یه دونه هم براش کافیه. سعی کنید از پیاز سفید استفاده بکنید. پیاز قرمز که اصلاً به هیچ وجه نباید داخل کباب تابعی استفاده بشه، یا سفید یا زرد که ما پیاز سفید رو ترجیح میدیم. پیاز رو باید پوست بکنیم تو مرحله اول، البته بعد از شسته شدن، و بعد چیزی که مهمه اینه که این قسمت ریشه پیاز رو نباید جدا کنیم، چون وقتی این قسمت ریشه پیاز باشه انسجامی که این در حقیقت لایه های پیاز دارن باعث میشه که بهتر رنده بشه و از همدیگه جدا نشن. من هر 2 تا پیاز رو آماده میکنم. با یه رنده متوسط، نه خیلی درشت و نه خیلی ریز، با یه رنده متوسط باید پیازها رو رنده کنین. حالا میتونید هم از غذاساز یا رنده های برقی هم استفاده بکنید، ولی خب من باز این دستی رو ترجیح میدم. هر 2 تا پیاز رو رنده میکنیم. یه مقدار آب پیاز رو باید بگیریم. ببینید دوستان، کباب تابعی مثل کباب کوبیده نیست که لازم باشه ما تمام آب پیاز رو بگیریم، ولی آب پیاز باعث باز شدن و نچسبیدن گوشت میشه. یه مقدار ما باید آب پیاز رو بگیریم
ولی از این بیشتر هم دیگه نیازی نیست. اما اگر کباب کوبیده داشتیم درست میکردیم، آب پیاز رو باید خیلی بیشتر و بهتر میگرفتیم. خب در همین حد کافیه. مرحله بعد با پیاز گوشت رو ورز میدم کاملا. تا الان داخل این کاسه گوشت و فلفل سیاه پودر شده و پیاز رنده شده و آب گرفته است. حالا توی این مرحله بهش نمک رو هم اضافه میکنیم و 1/4 قاشق چایخوری پودر آویشن داریم. آویشن رو هم میریزیم که طعمش رو خیلی عالی میکنه و 1 قاشق چایخوری یا 1/2 قاشق چایخوری سماق که من نصف سماق رو تقریبا میریزم داخل گوشت، نصفش رو نگه میدارم توی مراحل بعد استفاده میکنم. نوع سماقی که شما استفاده میکنید خیلی مهمه. بعضی از سماق ها هستن که خیلی ترشیشون بیشتره و باید کمتر این سماق رو استفاده کنید. بعضی از سماق ها هم هستن که ترشیشون یه ذره بیشتر. چه شد؟ یادم رفت اولی رو چی گفته بودم. زیاده. الان باید کم رو میگفتم. ببخشید. 3 2 1 بعضی از سماق‌ها هستن که ترشیشون خیلی زیاده و بعضی از سماق‌ها هم ترشیشون کمه و باید یه مقدار بیشتر استفاده بشن. پس بنابراین این دیگه دست خودتونه. اندازه سماق رو یه ذره میتونین کم و زیاد کنین. خب الان تقریبا موادمون آماده است. فقط لازمه که مایه کباب تابه‌ای رو به این صورت چند بار بلند کنیم و داخل کاسه محکم پرتابش کنیم. این کار باعث میشه که چسبندگی بیشتری به گوشتمون میده. خب 6-7 بار که این کار رو انجام بدید، اینو بکوبید، دیگه گوشتتون آماده است. ببینید کاملا چسبنده شده، یعنی اصلا بافت روی گوشتو که میبینین این چسبندگی کامل مشخصه. برای پخت کباب تابه‌ای هم یک مقدار خیلی کم روغن داخل ظرفمون میریزیم و چرب میکنیم. در حقیقت ببینین قشنگ تابمون رو چرب میکنیم. من این مواد رو 2 قسمت میکنم کامل از وسط و 2 تا کباب تابه‌ای باهاش میخوام درست کنم. توی دستم اینو گردش میکنم، چند بارم باز توی دست محکم پرتابش میکنیم. الان من توی این تابه میخوام به شکل گرد درست کنم و یه کباب تابه‌ای تک نفره باشه که روی کته قالبی برش گردونیم. ولی شما میتونید از یه تابه مستطیل یا تابه بزرگم استفاده بکنید. وقتی این گوشت رو پهن کردین برش بزنید و دقیقا همون حالت بلند و باریک باشه کباب تابه‌ایتون. آروم آروم توی دستتون بازش کنید. زمانی که توی دست دارید کباب تابه‌ای رو باز میکنید، اگر این قسمت ها به این صورت باز شد از هم دیگه، اول اینا رو فیکس کنید، بچسبونید به هم دیگه و بعد دوباره ادامه بدید تا جایی که ممکنه توی دستتون بهتره که باز بشه گوشت و بعد داخل تابه قرارش میدیم و ادامهش دیگه توی تابه باز میشه. الان دیگه توی دست بیشتر از این دیگه نمیشه که اینو من نازکش کنم، پس قرارش میدم داخل تابه و به این صورت یک مقدار دیگه پهن‌ترش میکنم. اگر دوست دارید که کباب تابه‌ایتون رو گرد درست کنید مثل من و خواستید روی کته برش گردونید، حتما باید سایز تابتون 1 درجه بزرگتر از سایز اون قالب یا قابلمه‌ای باشه که کته رو دارین توش درست میکنین. حالا کته یا برنج قالبی فرقی نمیکنه، چون گوشت جمع میشه و برای اینکه این دوتا وقتی روی هم قرار میگیرن هم سایز هم دیگه باشن، باید از قبل ما تابه گوشت رو بزرگتر انتخاب کنیم. خب لبه ها رو من مرتب بکنم و آماده برای پخت. خب
توی این مرحله اگر یادتون باشه ما سماق رو نصفش رو استفاده کرده بودیم، بقیهش مونده بود. یه مقدار سماق روی گوشت دوباره من میریزم و روی کباب تابه‌ایمون رو گوجه حلقه میکنم و میچینم. کباب تابه‌ایمون رو میذاریم روی حرارت نباید خیلی کم باشه، چون اگر خیلی کم باشه زیاد آب میندازه. کلا کباب تابه‌ای یه ذره آب میندازه، ولی اگر خیلی کمش کنین دیگه خیلی آب میندازه و کباب تابه‌ایتون مزه گوشت آبپز رو به خودش میگیره. پس با حرارت نسبتاً بیشتری باید این رو روی حرارت بذاریم. چند تا دونه هم گوجه فرنگی رو حلقه میکنیم. اگر دوست داشته باشید کباب تابه‌ایتون با آب گوجه مزه دار بشه، میتونید گوجه ها رو روی خود گوشت بچینید و به همون صورت بذارید بپزه. اگرم نه بیشتر اون حالت سرخ شدهش رو دوست دارید، باید گوجه ها رو توی تابه جداگانه این رو تفت بدید و سرخ بکنید. من الان گوجه ها رو میچینم روی کباب تابه‌ایم که آب گوجه به خورد گوشت بره. حلقه گوجه ها خیلی ضخیم نباید باشه. خب اینم آماده شد. حالا یک کمی از سماق رو دوباره روی گوجه ها هم میریزم و همینطور یه ذره نمک و فلفلم روی گوجه میزنم، خیلی کم، فقط گوجه ها مزه دار بشن. یه ذره هم فلفل سیاه میزنم روی گوجه ها. حرارت رو یک کمی بیشتر میکنم و منتظر میمونم تا کباب تابه‌ایمون آماده بشه. من حرارت رو زیاد کردم، الان گوشتمون یه مقدار جمع شده. اولش یه ذره آب میندازه همینطور که میبینیم، ولی سریع آبش کشیده میشه. وقتی گوجه ها رو روی گوشت میچینیم و میخوایم به همین صورت پخته بشن و جدا سرخشون نمی کنیم، بعد از این که آب گوشت جمع شد، یعنی زمانی که گوشت حالت سرخ کرده توی روغن رو داشت پیدا میکرد، اون موقع میتونیم درش رو بذاریم تا گوجه ها روی گوجه ها با بخار کاملا پخته بشن. کلا زمانی که دیگه خیالمون راحت شد که دیگه این آب نمیندازه، ما اصلا میتونیم گوجه ها رو همینجا هم که هستن برشون گردونیم به این صورت تا اون طرفش هم یه مقدار حرارت ببینه و آماده بشه. خب تا حالا این داره بقیه پختش رو انجام میده، من میخوام این کباب تابه‌ای رو با سیب زمینی سرخ شده سرو بکنم. برای سروش با سیب زمینی سرخ شده، سیب زمینی ها میخوام خیلی حالت باریک باشن و از سیب زمینی خلالی هم حتی باریک تر باشه. یه سیب زمینی که نسبتاً سفت باشه، نه سیب زمینی هایی که مونده و پلاسیده شدن و نرم شدن، نه، یه سیب زمینی که نسبتاً سفت باشه رو پوست میکنیم، میشوریم و با رنده درشت و با فشار زیاد رنده میکنیم. رنده کردنتون نباید به این صورت حالت رفت و برگشت باشه، باید به این صورت یه دونه رنده کنیم. ببینید من میخوام سیب زمینی ها به این حالت خلالی رنده بشن. فقط یه مرحله رفت داریم و برگشت دیگه با سیب زمینی نداریم. ببینید دقیقاً به این حالت این سیب زمینی ها رنده میشن. حالا این سیب زمینی رو که من رنده کردم میریزمش داخل آب کاملا یخ. برای اینکه این سیب زمینی های اینجوری رنده شده خلالی موقع سرخ کردن کاملا چیپسی بشن، ما یه کاسه آب سرد رو اینجا داریم و یه سبد رو میذاریم داخل کاسه آب. به این صورت سیب زمینی ها رو میریزیم داخلش و نشاسته سیب زمینی رو کامل باید بگیریم. بعد از اینکه نشاسته سیب زمینی داخل آب رها شد، این رو درش میاریم از توی آب و میذاریم خوب آبش بره. کامل که آبش رفت توی روغن سرخش میکنیم. سیب زمینی ها رو باید بذارین حسابی آبشون بره، حتی بهتره که کاملا رو دستمال پهن بشن.
من روغن رو گذاشتم داغ شده. حالا سیب زمینی‌هایی رو که آبشون کاملا رفته داخل روغن داغ میریزم تا سرخ بشن. برای اینکه سیب زمینیاتون خوش رنگ تر بشن و همینطور خوشمزه تر، یک کمی زردچوبه همیشه اواسط سرخ شدن سیب زمینی بهش بزنین. این باعث میشه که سیب زمینی هم خیلی خوش رنگ تر میشه و هم خوشمزه تر. حالا دیگه باید منتظر بمونیم تا طلایی بشه سیب زمینیمون، بعد یک کمی دیگه هم بزنم. بعد از اینکه سیب زمینی طلایی شد، همینطوری با روغن داخل یه صافی میریزیم و این سیب زمینی‌های خلالی حالت چیپسی شده رو برای همه غذاها خب میشه استفاده کرد، برای دورچین هاتون و اینها، ولی من امروز میخوام دورچین کباب تابعی ازش استفاده کنم. الان سیب زمینی‌ها کاملا سرخ شدن و داخل یه صافی میریزم، چون اینو دیگه با قاشق نمیشه درش آورد، به این خاطر که خیلی ریزن. خب و این سیب زمینی الان آماده است برای استفاده کردن. حالا کباب تابعیمون آماده است، یه برنج قالبی هم درست کردیم آماده است دیگه. همه رو من بچینم و سروش بکنیم. خب برنج برمیگردونم و برنج زعفرونی رو هم روش برمیگردونم، یه کمی صاف و مرتبشون میکنم. خب حالا کباب تابعی رو که آماده کردیم روش میذاریم، گوجه ها رو هم میچینیم روی کباب تابعی، البته به اندازه‌ای که دوست دارید. و از این سیب زمینی های خلال شده رو هم میذاریم روش و همینطور دور بشقابمون رو سیب زمینی برای سرو میریزیم. با چند تا برگ ریحونم تزیینش میکنیم و دیگه کارمون آماده میشه. چند تا برگ ریحونم میذاریم، چون کلا کباب حالا از هر نوعش که باشه، البته چه کباب تابعی چه کباب های کوبیده، همه بهتره که ریحون در کنارش باشه حتما. این هم ریحونمون، از این ریحونای بنفش هم این بغل میذارم و دیگه غذای ما آماده است. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و درست کنید. حتما نظراتتون رو توی کامنت بهم بگین. مرسی که لایک میکنین، برام کامنت میذارین و کانال منو سابسکرایب میکنید.